تو نکته‌های قبلیمون بهتون گفتم، اشاره کردم استیک یه غذای خیلی مجللیه. اگر بچه‌ها از گوشت و مرغ امتناع میکنن، برای رشدشون بیاید اسمشو عوض کنید، بذارید استیک و به این مدلی که ما داریم سرو میکنیم سرو کنید. شاید خوششون بیاد، شاید بتونن اونها هم امتحان بکنن و خیلی اتفاقای قشنگ دیگه که توی زندگیشون قرار بیفته و روی رشدشون کمک میکنن. پروتئین یکی از منبع اصلی بدنه که باید تامین بشه و ما اومدیم از وایت استیک که اصطلاحاً بهش میگن استیک سفید، از سینه مرغ یا فیله مرغ تهیه میشه و با ادویه‌های مختلفی همچون فلفل، نمک، رزماری، سیر، فلفل دلمه و روغن زیتون استفاده میشه برای طعمدار کردنش. وایت استیک دمای پخت یکسانی داره، مثل گوشت قرمزمون نیستش که چه آبدار باشه یا چه کاملا پخته باشه. وایت استیک یه پخت ثابتی داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر وایت استیک کاملا پخته شده باشه، توی هضم کردن به مشکل نمیخورید. کلا میدونید دیگه شماها، گوشت مرغ اگر کاملا پخته نباشه و فردی که داره اونو میل میکنه، به فلج موقت تبدیل میشه در حد 3 دقیقه الی 4 دقیقه و خیلی خطرناکه. پس حتما کاملا بپزیدش. اگر دوست داشتین استیکار ما رو امتحان بکنین، رستوران جهان ساترا میتونید همین استیکار سفارش بدین و به همین شکلی که الان روی میز هست بچه‌ها براتون سرو میکنن. ولی نه، اگر دوست داشتین داخل منزل امتحان بکنید، از هایپر جهان ساترا میتونید تهیه کنید و سسایی که میتونید استفاده بکنید برای ماکیان یا اصطلاحاً پرنده ها، میتونید از سسای ترش مثل زرشک یا تامارین استفاده کنید.